مقاله خوب دارن میگن که bad news a good news نه معنیش همین است که خبری بد این خبری خوب است یعنی خبری بد در حال میان جامعه پخش میشه ما تا کدام اندازه قانونی فعالیت نمودن همون راننده تاکسی رو پیگیری کردیم برای پیگیری نمودن با قانونگذاری رو آوردیم مثلا در ماده 17 قانون جمهوری اسلامی درباره اجازه‌نامه‌دهی و بعضی نمودی فعالیت‌ها گفته شده است که مسافرکشانی و بارکشانی باید در اساس اجازه‌نامه فعالیت کرده باشد. یکی از بندهای ماده 17 قانون جمهوری اسلامی درباره اجازه‌نامه و بعضی نمودی فعالیت‌ها همین است. بعداً اگر در حالت نقض قاعده یعنی به اجازه‌نامه فعالیت نمودن میتوانند با ماده‌های 510 کدکس جنایتی کدکس خبرنگاری ماموری جمهوری اسلامی جریمه پیش می شده است. نه این نه تنها جریمه در جمهوری اسلامی وقتی ما رو آوردیم با قانونگذاری دیگر کشورها مثلا در ازبکستان است در ماده 176 پریم 3 همون کدکس قانونگذاری ماموری ازبکستان جریمه پیش می شده مثلا در جمهوری ازبکستان از 20 تا 100 نشان دهنده برای به اجازه‌نامه فعالیت نمودن مسافرکشانی جریمه پیش می شده است که مثلا با پول همون ازبکستان از 4 تا 20 میلیون سومی ازبکستان می باشد. مثلا در فدراسیون روسیه نیز همین ترتیب قانونگذاری هست مثلا در فدراسیون روسیه تا 5000 روبل روسی جریمه پیش بینی شده است و در دیگر قانونگذاری دیگر کشورهای همسایه قرقیزستان قزاقستان همین جنبه‌های قانونگذاری پیش بینی شده است. حتی کدام اندازه بود ما قیاس کردیم در جمهوری که سالی در دوام سال چقدر قانونگذاری در اساس همین به اجازه‌نامه کشاندن مسافر صادر شده است. مثلا طبق اطلاع وزارت دفتر افسانه‌ملی وزارت کارهای داخلی در جمهوری 8018 راننده که به اجازه‌نامه فعالیت داشتن آنها رو به جریمه بندی کرده شده. مثلا در شهر دوشنبه باشد تنها طبق اطلاع خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات که رئیسشون در شهر دوشنبه است اطلاع دادن که مثلا در حدود پایتخت 691 راننده و همین قانون حادثه‌ای راهزد است و به اجازه‌نامه به مسافرکشانی مشغول شده است. خواهی که آزاد باشی غلام قانون باشی یعنی در دایره قانونگذاری فعالیت ممکن است. مثلا بعضی کارشناسان پیشنهاد نمودند که اگر برای کم شدن شماره رانندگانی که به اجازه‌نامه فعالیت میکنن شماره جریمه رو زیاد کردن اگر برای قیاس کنیم بعد اون که قانونگذار درباره اون که با یعنی در حالت مسیر راندن اداره واسطه نقلیات و به حجت رانندگی اداره راندن واسطه نقلیات شماره جریمه رو زیاد کرد و تا زیاد از 15000 سومانی و یا حبس مأموری در مدت 15 روز تا 15 روز در حبس مأموری گرفتن همون راننده که به یا در حالت مستی یا که به حجت رانندگی فعالیت میکنند. وقتی ما آمارهای چند سال پیش و با این آمارها مقایسه میکنیم از زمین فرق از زمین تا به هوا است یعنی که بعد زیاد نمودن همون مقدار جریمه و پیش بینی شدن حبس مأموری همین شماره قانون شکنی ها نیست کم شدن. اگر در حالتی که همه قانونگذار نیست همین طلبات به نظر بگیرد و مقدار جریمه را زیاد کنه یا دیگر چیز قانونی در دایره قانون باشد می شود که در این سمت قانون شکنی کم شود.